توی شب آروم ماه اکتبر تو شمال غربی فیلادلفیا، کادا اسکات داشت مثل همیشه بر شیفت شب تو مرکز نگهداری از سالمندان آماده میشد. لباساشو پوشید، موهاشو بست، کیفشو برداشت، با خانوادش خدافزی کرد و رفت بیرون. کادا خیلی دختر خوشگلی بود، خیلی باهوش بود، خیلی اجتماعی بود و البته عاشق کارش بود. اما اون شب یه تنش جدی وجود داشت. کادا یه مدت بود که از شماره‌های ناشناس تماس‌های عجیب غریب دریافت می‌کرد. تمام طول روز این تماس‌ها ادامه داشتن. بعضیاشون روزا تماس می‌گرفتن، بعضیاشون شبا. دوستا و خانواده‌اش گفتن که کادا در مورد آزار و اذیت از طرف افراد ناشناس باشون صحبت کرده بود. کادا خیلی ترسیده بود، نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. ولی خب با این حال سعی می‌کرد روال عادی زندگیش رو ادامه بده. میرفت سر کار، مسئولیتایی که داشت رو انجام میداد و تا جایی که میتونه سعی میکرد این تماسا رو نادیده بگیره. کادا رفت سر کارش و قرار بود عصر همون روز با یه مردی که چند وقتی باش صحبت میکرد برای اولین بار ملاقات بکنه. پس اون شب سر ساعت 10 سر شیفتش حاضر شد، اما خب هنوز چند دقیقه از سرکار رفتنش نگذشته بود که دوباره این تماس‌ها شروع شدن. یه شماره‌ای داشت پشت سر هم باش تماس میگرفت و کادا از این موضوع خیلی عصبی و ناراحت شده بود. یکی از همکاراش وقتی که کادا بالاخره جواب یکی از این تماس‌ها رو داد، صداشو شنیده که بهش گفته بود که باورم نمیشه برای همچین چیز مزخرفی بهم زنگ زدی. و چند دقیقه بعدش هم که کادا رفت بیرون. بعدش هم خب همکارای کادا که دیدن اون برنگشت، خودشون فکر کردن که حتما میخواسته هوا بخوره، اصلا نیاز به تایم استراحت داشته یا میخواسته با کسی تماس بگیره. اما خب نکته اصلی اینجا بود که کادا اصلا برنگشت و حتی صبح روز بعدش به خونه هم برنگشت. وقتی صبح نرفت خونه، خانواده‌اش با تلفنش تماس گرفتن، اما خب جواب نداد. ماشینش همچنان تو محل کارش پارک بود و چند ساعت بعدش هم که کلا تلفنش خاموش شد و هیچ کس نمیدونست که کادا کجاست، هیچ خبری ازش نبود. وقایع 2 هفته بعدش نه فقط فیلادلفیا بلکه کل آمریکا رو لرزوند. اول از همه خب بیایم ببینیم که خود کادا اسکات کی بود، اینکه قرار بود با کی ملاقات بکنه و اون کسی که باش تماس میگرفت کی بود. سلام ستاره های من، به پیج من خوش اومدید. ممنون میشم برای حمایت از من پیج رو سابسکرایب کنید. کادا اسکات 23 سالش بود. توی همون فیلادلفیا به دنیا اومده بود و بزرگ شده بود. به تازگی از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شده بود و تو بخش مراقبت‌های بهداشتی کار میکرد و از سالمندان مراقبت میکرد. همکاراش همشون گفتن که اون خیلی صبور بوده، خیلی مهربون بوده و البته جاه طلب بوده. اخیراً هم شروع کرده بود تو مسابقات زیبایی شرکت میکرد، چیزی که خب همیشه آرزوشو داشت. رابطه خیلی خوبی با خانواده‌اش داشت. در واقع شاید مهمترین بخش زندگیش خانواده‌اش بودن و همینم باعث شد که اون سکوت یهویی و نبودنش، جواب تلفن ندادناش، اینقدر سریع خانواده‌اش رو نگران کنه. پدرش کوین چند روز بعد اومد گفت که اون دختر بزرگمه، من عاشقشم و این چند روز برام دیوونه کننده بوده. اینکه نمیدونم چه اتفاقی افتاده، این تنها چیزیه که میخوام بفهمم. الان به همون اندازه که مهم بود خود کادا کجاست، مهم این بود که پلیسا بفهمن اون شب قرار بوده با کی ملاقات بکنه. برای همینم پلیسا اومدن تلفنش رو ردیابی کردن و متوجه شدن از 2 روز قبلش از یه شماره ناشناس که توی گوشیش سیو نبوده تماس‌ها و پیامک‌های زیادی دریافت کرده. به اون شماره پیام دادن، ازش پرسیدن کیه که خودش رو کل معرفی کرد که بعداً مشخص شد که اون کینگ 21 ساله اهل دلاوره. این پرونده خب هنوز در حال بررسیه و پلیسا وقتی که به این اسم رسیدن خیلی براشون عجیب بود، چون هیچ ارتباطی بین این 2 نفر نبود. نه دوست مشترکی، نه کار مشترکی، نه هیچ آشنایی. ولی خب از 2 تا 4 اکتبر بین این 2 نفر تماس‌ها و پیامک‌های خیلی زیادی رد و بدل شده بود و شبی هم که کادا ناپدید شده بود که اون کسی بود که باهاش تماس گرفته بود. در واقع تو کمتر از 30 دقیقه که اون 12 بار با کادا تماس گرفته بود و خب این وسط یه سری نکاتی وجود داره که خب خیلی مهمن. ساعت 22:09 شب کادا بعد از اینکه که اون 10 بار باش تماس گرفته بود بهش پیامک داده بود و بهش گفته بود که وقتی اینجا بودی به من زنگ بزن و 3 دقیقه بعدش تلفن کادا زنگ خورده، جواب داده، رفته بیرون و دیگه برنگشته.
اما خب چیزای بیشتری هم وجود داره. بعدن تو اظهارنامه دستگیری که اون مشخص شد که کادا قبل از این پیام، این چند ساعت قبلش، به که اون یه پیامی داده بوده و گفته بوده که دوباره منو بدزدید و که اونم در جوابش گفته بوده که بهتره که بیدار باشی. خب پلیسا اینجوری تفسیر کردن که این یه لفظ عامیانه بوده، برای اینکه اصلا وقتی که آدم خسته است، حوصله کارشون نداره، منظورش این بوده که منو میارین از سر شیفتم بدزدین، به صورت عامیانه و مثلا یه چیزی که بین دوتا آشنا هست. آخرین باری که کادا دیده شده توسط دوربینای مداربسته پارکینگ همون مرکزی بود که داخلش کار میکرد که نشون میده داره قدم میزنه، داره میره سمت این ماشین مشکی رنگ که خب بعدا مشخص شد یه هیوندای الکسنت 2008. و نکته‌ای که در مورد این ماشین هست اینه که 24 ساعت قبلش گزارش دزدی براش ثبت شده بوده. وقتی خانواده کادا مفقود شدنش رو به پلیس گزارش دادن، خب پلیسا اومدن داده‌های تلفن همراهش، دوربینای مداربسته، هر داده دیجیتالی که میتونست مشخص بکنه کادا الان کجاست رو بررسی کردن و رسیدن به اسم کئونکینگ. اول تحقیقات خب بر اساس یه گزارش ناپدید شدن بود دیگه، ولی با شواهدی که پیدا شد این پرونده یه سمت و سوی دیگه‌ای به خودش گرفت. کمتر از 1 ساعت بعد از ناپدید شدن کادا، دوربینای مداربسته یه مرکز تفریحی به اسم آبری که یه پارک جنگلی بزرگی بودن، یه 10 دقیقه‌ای هم با مرکز کار کادا فاصله داشت، نشون داده که این ماشین سیاه رنگ وارد اونجا شده و این همون ماشینیه که توی فیلم‌های دوربین مداربسته قبلی کادا داشت قدم میزد میرفت به سمتش که سوار ماشین بشه. و شب بعدش 5 اکتبر دوباره همون ماشین برمیگرده به پارکینگ این مجتمع و این بار یه ماشین دومی هم هست، یه تویوتا کمری طلایی رنگ متعلق به 1999 که به اسم کئونکینگ ثبت شده بوده. و ساعت 11:39 شب 3 نفر از این دوتا ماشین پیاده میشن و میرن سمت مدرسه راهنمایی آدالوئیس، یه مدرسه متروکه‌ای بوده دقیقاً کنار همین مجتمع تفریحی. یکم بعدش 2 نفرشون برمیگردن میان سراغ ماشین، در سمت شاگرد رو باز میکنن و یه شیء سنگین رو بلند میکنن که خب پلیسا حدس میزنن این شیء سنگین میتونه جسد انسان باشه. و ساعت 2:48 شب، یعنی حدوداً 3 ساعت بعد، هر 3 نفرشون میان سوار ماشیناشون میشن و از اونجا میرن. پلیس همون روز یک گزارشی دریافت میکنه از جایی که این ماشین هیوندای است، چون خب این ماشین دزدیده شده بود و گزارش مفقودی براش ثبت شده بود. وقتی ماشین رو پیدا کردن این ماشین کاملا سوخته بود و اوراق شده بود، یعنی ماشین رو فروخته بودن به این اسکاتیا و توی قبرستون ماشینا تونستن پیداش کنن. اینجا مامورا حکم تفتیش خونه کئونکینگ رو میگیرن، میرن خونهش، اونجا چند تا تلفن، یه تبلت، کیفای پیمانکاری، دستکشای لاتکس، چکش و مهمات اسلحه 9 میلیمتری پیدا میکنن که خب همش رو مصادره میکنن میبرن که بررسی بکنن. تو همین بینم خانواده کادا یه گوفاندمی رو اندازی میکنن که حالا هر کسی هر اطلاعاتی داشته باشه در مورد کادا و تلاش میکنن، همه تلاششون میکنن که سرنخ‌ها رو پیدا بکنن، شاید بتونن به یه نحوی به دخترشون برسن. و خب هر سرنخی هم که پیدا میشه تو این پرونده دقیقاً وصل میشه به کئونکینگ. 10 اکتبر پلیسا در واقع برای اولین بار میرن که اطراف اون محوطه و اطراف اون مدرسه راهنمایی متروکه رو بگردن ببینن چیزی از کادا پیدا میکنن یا نه، چون آخرین سیگنال تلفن همراه کادا قبل از خاموش شدن اونجا رو داره نشون میده و خب بهترین نقطه است برای اینکه بخوان دنبال کادا بگردن. اما خب پلیسا بعد از جستجو اصلا موفق نمیشن هیچی پیدا کنن، نه هیچ ردی، نه هیچ مدرکی، هیچ چیزی که توجیه بکنه چرا کادا سیگنال تلفنش آخرین بار اونجا بوده پیدا نمیکنن. تا اینکه چند روز بعدش یه اتفاقی میفته. کئونکینگ در مورد پرونده گم شدن کادا و دزدی اون ماشین خودجوش بلند میشه میره اداره پلیس، نه برای اینکه بخواد چیزی بگه، بخواد اعترافی بکنه، هیچی، چون جواب هیچ سوالی رو نمیده، فقط اینکه میره اداره پلیس. اما خب بعد پلیسا بهش میگن که اتهاماتش آدمربایی و آتش زدن اون ماشین دزدیه. از طرفی خب از مردم خواسته بودن که در مورد اون تویوتا کمری
طلایی اگه کسی اطلاعاتی داره، جای اونو دیده، چیزی در موردش میدونه، به پلیس گزارش بده. و طبق گزارش که بهشون دادن متوجه شدن که این ماشین تو پارکینگ یه مجتمعی به اسم جیپسیلین کاندو، یه جایی که حدود 15 دقیقه با همین پارک تفریحی فاصله داشته، اونجا پیداش میکنن. بعد از پیدا کردن ماشین خب رفتن سراغ تمام دوربین مداربسته‌ای که توی اون منطقه بود، همه املاکی که اونجا بود، مغازه‌هایی که بود، ببینن آیا میتونن چیزی پیدا کنن از فیلم این دوربینا، سرنخی هست که بتونه بهشون کمک بکنه. و چیزی که دیدن سوالای بیشتری رو توی ذهنشون ایجاد کرد. کئون کینگ رفته بود سراغ این ماشین، صندوق رو باز کرده بود، رفته بود سراغ در راننده ماشین و چند بار این مسیر رو تکرار کرده بود. مدام اومده بود سراغ صندوق، رفته بود سراغ در راننده و هنوز پلیسا نمیدونن که چرا داشته این کار رو مدام انجام میداده. داشته چیزی رو مخفی میکرده، میخواسته ردی رو پاک کنه. اما خب چیزی که توی صندوق اون ماشین پیدا کردن خون، الیافت سوخته موکت و بوی شدید بنزین بود. اما خب الان دیگه کئون کینگ بازداشت بود، پلیس به تلفن همراهش دسترسی داشت و میتونست کاملا بررسی بکنه که توی تلفن همراهش چی هست. و خب بعد از بررسی سیگنال‌های تلفن که اون متوجه شدن که اون روز آخر هر جایی که تلفن کادا بوده همزمان سیگنال تلفن که اونم هست. یعنی مثلا آخرین سیگنال تلفن کادا گفتیم توی اون پارک جنگلیه بود دیگه، کنار اون مدرسه متروکه، و تلفن که اونم داره همونجا رو نشون میده و خب این اصلا نمیتونه تصادفی باشه. بر همین بازم پلیسا رفتن اونجا، شاید بتونن یه سرنخ پیدا کنن، چیزی رو جا انداخته باشن و این بار تونستن عینک کادا، کارت شناساییش، کارت بانکیش و قاب گوشیش رو پیدا کنن. چطوری واقعا دفعه اول اینا رو ندیده بودن و اصلا نمیتونم متوجه شم. ولی خب الان مهمترین سوال اینجا بود که خود کادا کجاست؟ اینکه کادا هنوز زنده است یا نه؟ اما خب تو روزهای بعدش جزئیات بیشتری مشخص شدن که این امید زنده بودن کادا رو روز به روز کمتر میکرد. همون موقع یه ویدیو توی تیک تاک وایرال شد که اونو نشون میداد که در از پشت پنجره یه خونه یه زن ناشناس رندوم رو نگاه میکنه. البته این اتفاق مال چند ماه پیش بود، ولی خب شایعه هایی که هست میگه که احتمالاً که اون همین زن هم کادا رو داشته دنبال میکرده، یه جورایی مثلا استاکر بوده. اینجا دیگه پلیس به این نتیجه رسیده بود که این یه پرونده معمولی ناپدید شدن نیست، بیشتر شبیه یه آدمرباییه. خب هنوز مشخص نیست که اون شب دقیقاً چه اتفاقی برای کادا افتاده، اینکه کیا توی این جریان دخیل بودن، فقط که اون بوده یا همدستی داشته. اما خب چیزی که تقریباً 2 هفته بعد از ناپدید شدن کادا، اون سرنخی که پیدا شد و گزارش که به پلیس داده شد روند پرونده رو کامل تغییر داد. پلیسا برگشتن به اون منطقه جنگلی پشت مدرسه متروکه و خب چیزی که اینجا دیگه پیدا کردن، کلا روند این پرونده یه جور دیگه ای میشه. تو بوته‌زارای پشت مدرسه، در واقع توی یه ملک شخصی میشه گفت، یه قبر کم عمق پیدا میکنن که بقایای یه جسد یه زن داخلش بوده و این قبر فقط چند صد فوت با اون محل دوربینایی که نشون داده بود اون شب 3 مرد اومدن یه چیزی رو برداشتن، یه جسم سنگینی رو برداشتن، رفتن سمت پشت مدرسه و بعد دست خالی برگشتن، فاصله داشت. و خب حدس پلیس هم درست بود، این اون جسم سنگینی که گفتن شبیه جسده واقعا خود جسد بود. همه مدارک و شواهد جمع آوری شدن، رفتن پزشکی قانونی، آزمایش دی ان ای انجام شد و فرداش مشخص شد که اون بقایا متعلق به کادا اسکات بودن و خانواده‌اش که 2 هفته منتظر بودن که شاید یه خبر خوشی بهشون برسه. شاید میدونستن که واقعا همچین اتفاقی افتاده بعد از گذشت 2 هفته، ولی خب پذیرشش خیلی سخت بود. تو 22 اکتبر پزشکی قانونی مرگ کادا اسکات رو رسما قتل اعلام کرد. گفت که با اصابت یه گلوله به سرش به قتل رسیده. بعد از این دادستانا اتهامات علیه که اونو از آدمربایی ارتقا دادن به قتل
بدرفتاری با جسد، دستکاری شواهد و توطئه. پلیسا تو مصاحبه‌هایی که کردن گفتن فکر میکنن که افراد دیگه‌ای هم دخیل بودن توی این موضوع، ولی خب این که این افراد کیا هستن یا نقش احتمالیشون توی این اقدام چی بوده رو مشخص نکردن. همینطور پلیسا تایید کردن اون هیوندای اکسنته که آتیشش زده بودن 100% به این پرونده مرتبطه و برای از بین بردن شواهد ماشین رو سوزوندن. کشف جسد کادا پرونده رو از یه پرونده آدم رو باهی و ناپدید شدن تبدیل کرد به پرونده قتل. خانواده و دوستای کادا، همسایه هاشون، حتی قریبه‌هایی که حتی یه بار هم کادا رو از نزدیک ندیده بودن، کنار اون مدرسه متروکه براش یه مراسم یاد بود گرفتن. به یادش بادکنک‌های سفید دستشون گرفتن، چون خب از نظر همه کادا یه فرشته بود. بادکنک‌ها رو به یاد زندگی کوتاه کادا اسکات رها کردن، همون جایی که پایان زندگیش رقم خورده بود. با رسیدن به این نتایج خب پلیسا رفتن دنبال پیشینه و گذشته کئون و متوجه شدن که چند ماه قبل از ناپدید شدن کادا کئون به آدمربایی و حمله به یه زن متهم شده. یعنی رفته بوده خونه این زنه و خواسته بوده که خفش کنه و دستگیر میشه، با وثیقه آزاد میشه. دفعه بعد که میره خونه این زن این بار اسلحه همراهش بوده و سعی میکنه اونو بدزده که خب این بار هم باز با وثیقه آزاد میشه. یعنی 2 بار امکان این بوده که پلیسا بتونن دستگیرش کنن یا حداقل یه وثیقه سنگین براش بذارن که نتونه بیاد بیرون، که شاید اگر این اتفاق میافتاد کادا الان زنده بود. و خب الان پلیسا دوباره اون پرونده رو باز کردن، چون میگفتن که ممکنه یه الگوی مشخص رفتاری داشته باشه که اون، یعنی این کار رو بارها تکرار کرده باشه. تا اینجا برای پرونده کادا یه جلسه دادرسی مشخص شده، انجام شده در واقع، که اتهامات که اون بهش گفته شده و براش یه وثیقه $2.5 میلیون گذاشته شد که خب نتونسته پرداختش کنه و باید تا زمان دادگاهش توی زندان بمونه. این پرونده هنوز بازه، تحقیقات ادامه داره، چون احتمالاً هم دستای دیگه‌ای هم هستن که باید شناسایی بشن. هنوز مشخص نشده که دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاده و مشخص نیست که انگیزه این قتل چی بوده. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید و اینکه این پرونده تکمیل بشه حتما ادامهش رو براتون میذارم.